تو رده سنی 30 سال به بالا هستی، مطمئن شو این 5 تا کار رو برای مغزت انجام میدی، چون تو این رده سنی مغز تو یا شروع میکنه به قوی تر شدن و یا شروع میکنه به تحلیل رفتن و این دقیقاً نتیجه عمل کرده. تو اصول اول زندگی مثل خواب کافی 7 الی 8 ساعته، ورزش کردن، غذای سالم خوردن و حتی نور خورشید 4 تا بیس اصلی برای ترشح هورمون‌های اصلی مغز شماست. این هورمون‌ها احساسات، تمرکز، حافظه و سطح انرژی شما رو کنترل می‌کنن. هر روز یک چیز جدیدی یاد بگیرید. یادتون باشه روزی که یادگیری رو بذارید کنار، مغز شما شروع به پیر شدن میکنه. دقیقاً 10 دقیقه فقط یک چیز جدید رو یاد بگیرید. یادگیری باعث ایجاد نورون‌های جدید توی مغز شما میشه و در نتیجه ذهن شما رو جوان نگه میداره. 3. عادت‌ها و روتین‌های همیشگیتون رو بشکنید. روتین‌های تکراری، احساسات تکراری، مسیرهای تکراری، همه اینها باعث میشه مغز شما تنبل بشه. کنید تو طول روز یک تغییرات جدیدی به وجود بیارید، مسیر جدیدی، عادت جدیدی، چون این عادت‌های جدید باعث میشه مغز شما هوشیارتر بشه. 4. سعی کنید استفاده از موبایلتون رو تو طول روز کمتر کنید. غیر ممکن به نظر میرسه، اما اسکرول کردن ها و یا سرچ کردن های مختلف باعث میشه ذهن شما رو پر سر صدا کنه. مغزی که پر از فکر نمیتونه رشد کنه. باعث احساس گیجی و تنبلی توی مغز شما میشه. شما نیاز داره زندگی واقعی رو پردازش کنه، نه زندگی مجازی رو. به مغزتون یاد بدید که بتونه کنترل احساسات خودش رو به دست بگیره. 10 دقیقه نفس آروم بکشید. سعی کنید خاطرات یا نوشته های روزانه‌تون رو توی دفترچه بیارید. این کارها سیستم عصبی مغز شما رو ریست میکنه. این کارها باعث میشه که مغز شما رو از حالت بقا بیرون میاره و بهش زندگی مجدد میده.